ساکت شین تو رو خدا ساکت شین خفه شین میگم ساکت شین داد بزنیم آرومتر میخوره زمین ساکت شین دیگه ای وای موتور رو خاموش کنیم اون وقت بال میسوزه چی؟ منفجر میشه ساکت باشین موتور رو خاموش میکنین خب دیگه باشه بگو چی کار کنیم ما هم کمک کنیم هر کاری لازمه بگو بکنیم بریم این سوپرمن از بال آویزونچی فوتش کنیم داداش آب بریزیم روش بابا چی دارین میگین پنجره هواپیما رو باز میکنن آخه چرن نگین بریم پشت زود باشین کمربنداتون هم ببندین زود باشین اتفاقی بریم زود باشین تو بشین کمربندتو ببند بشین من میگم چی کار کنه بابا اذیت نکن دیگه خودت کمر زود باش کمرتو ببند سلیم زود باش دیگه خودت کمک بکن خدای ما رو نشات بده فادیک ساکت شو دیگه فادیک بسه آران خب میگی چیکار کنم فقط میتونم دعا کنم دیگه خب چیکار کنم دعا کن فادیک ادامه بده هرچی دعا بلدی بخون اون دنیا رفتن یکم ثواب نیاز داریم اون دنیا رفتنی یعنی چی مگه ما داریم خیلی خب بابا دیگه متاسفم فادیک جون اما به نظرت ما الان داریم چی میشیم خدایا اینا چی میگن خدا حالا وقتی من گفتم اون دسته که جلوتر رو میکشی خیلی خوب نه این دسته نه اون دسته رو میکشی بگیرش خیلی خوب وقتی گفتم با هم تو یه لحظه میکشیمش باشه عزیزم بکشیم چی میشه اوج میگیریم اوج میگیریم فاتح چی کار میکنیم میریم فضا چی میگی زینب ببین میریم منطقه‌ای که اکسیژن نیست که اکسیژن نداره چی میشه فاتح آتیش نمیشه دود موتور خاموش میشه وای موتور خاموش آره. میشه اما یه مشکل دیگه هم داریم عزیزم دلهوره نگیری یا باشه اون یکی موتورم وای میسته آها سومین موتور کار میافته درسته موتور سومی نداریم 2 موتور هست وای میستن یعنی خب چی میشه چی کار میکنی هوا وای میستیم دیگه با مخ میریم پایین چی اونجا من میگم بزنی باشه چیو میزنم چیزو موتور سالم رو امتحان میکنیم تنها چارمون همین عزیز اگه کار نکنه چی میمیریم فاتح حاضری حاضرم خیلی خوب عزیزم بکش ما هم دیگه رو بوس نکردیم حواست هست؟ آره راست میگی بدون بوس میمیری قبل از مرد بوس کنیم آره دیگه اورهان داداش خاموش شد چی؟ نشده داداش حالا چی؟ داداش نمیشه اورهان جون مادر درست نگاه کن اورهان حالا چی؟ خاموش شد خاموش شد خاموش شد خدایا نجات پیدا کردیم خدایا من نجات دادم آره تو نجاتمون دادی خیلی اون چیزو بده هدفونو بزن به گوش چیزه به اتاق فرمان میگی ما داریم میاییم آره بگو باندو خالی کنن باشه آره. یه گوشمو باز بزن این آرزون بود مسافرای عزیز هواپیمامون که به مقصد نیویورک حرکت کرده بود و دچار مشکلات تکنیکی شده به دنبال وفات خلبان توسط خلبان فاتح شکرچی‌زاده به حالت ایمن برگردونده شد نگران نباشین و حالش رو ببرین الان همه چی رو به راهه و پرواز نیویورکمون انجام نمیشه و به استانبول برمیگردیم وضعیت هوایی در حال حاضر نیمه ابری 26 درجه نیمه آفتابی و نیمه ابری و نیمه بارانی هست به امید دیدار مجدد در سفرهای آینده به خلبانی فاتح شکرچی‌زاده برای شما عزیزان آرزوی فرود آرومی دارم زینب جون دلم هوای پسرمو کرد وای من قربون تو برم الهی بس خواهش میکنم بس الان زمان لوس بازی نیست الان دیگه
اگه پرده رو بکشین میذارم رو پیلوت اتوماتیک و برای 20 دقیقه میتونیم با هم یه چایی بخوریم. چای عالیه. صبر کن الان اول پرده رو بکشم. الان میام. مسافرای عزیز، خلبانتون و کمک خلبانتون که من باشم یه ذره کار داریم، لطفاً مزاحم ما نشین. خوش بگذره. آفرین آفرین آفرین. خدا آدم این عطر رو ول میکنه میره. فاتح آخه نگوش کن. هوای این پاهای کوفته یا کرده نکنی یا فاتح خوابه. فاتح میدونی وقتی داشتیم میافتادیم بیشتر چه دعایی میکردم؟ که هواپیما نیفته. خب برای اونم دعا کردم، اما شکر کردم. گفتم خدایا شکرت که سلیم با ما اینجا نیست. تمام شد عزیزم، فکرشو نکن. ببین به پسرمون رسیدیم. فاتح میگم اگه دور از جون بلایی سر ما بیاد سلیم چی کار کنه؟ زینب دارم عصبانی میشم. تو اصلا فکر نمی کنی اینجور چیزا به ذهنت نمیرسه؟ بله تو پدر سلیمی، هممون اینو اینطوری قبول کردیم، اما اگه بلایی سرمون بیاد ما به همه دروغ گفتیم. از این به بعد حق نداری پیش بچه انرژی منفی بدی زینب. مگه نمیبینی همه چی رو به راهه؟ ببین به بچه‌مون رسیدیم، به این پاها رسیدیم. تنها مشکلم زبون منه. آره به نظرت واقعا تو زندگیمون تنها مشکلمون زبون منه؟ یکم فکر کن ببین چه بلاهایی سرمون اومد. کم مونده بود هواپیمامون آخاره خیلی حرف میزنم. دلم یه ذره شده بود. فاتح نتونستیم عروسی کنیم. نکنه ما طلسم شدیم، یا اینکه این یه پیامی چیزی از طرف کائناته. من اون کائناتو میگیرم، پوست سرشو میکنم. نگران نباش عزیزم، قشنگترین و بزرگترین عروسی رو برات میگیرم. نه همچین چیزی نمیخوام فاتح. چرا؟ نمیخوام. گفتیم بریم آمریکا ازدواج کنیم، یکم خاطره جمع کنیم، کم مونده بود بمیریم. باشه اونقدر دور نمیزنیم، اسپانیایی جایی میریم. خوبه؟ وای نه فاتح لازم نیست. اونجا هم حتما یه گاو میپره سرمون، چه میدونم یه چیزی میشه. اونجا هم چیزی نشه هواپیمامون از وسط راه برمیگردونن. چرا نگو زینب، چرا برگردونن؟ کی قراره تو هوا برگردونه؟ فاتح من میگم ما فقط یه برنامه بی سر و صدا و بدون ماجرای خودمونی بگیریم، پاشیم بریم محضر کادیکوی عقد کنیم بره. چه کار کنیم؟ یه بار دیگه بگو. پاشیم بریم محضر کادیکوی عقد کنیم بره. آی قربون اون دهنت برم که میگه عقد کنیم بره. جیگر بلا تو من یکی هم اکیپ خودمون ها. بی درد سر و مشکل چی میگی ها؟ یه بار دیگه بگو. بی درد سر و مشکل. نه اون قبل. فاتح باشه عزیزم باشه، هر چی تو بخوای باشه. بس دیگه گازش بگیرم. نه فاتح بیدارش خودت میخوابونی ها. فاتح مثل نسیم سبک، یکی مثل شرم تازه. تصور کنید یه باد بادک با درونی پر از آرامش و زیبا به قله کوهی بلند می‌روید. من بادم، خیلی شادم. آره من بادم. حالا بالا میره، بالاتر میره. هیچ بدی در وجود تا نیست. هیچ بدی نیست. حداقل یه هفته ای نیست. زینب دوره دیگه نیست. هیچ بدی تو وجودم نیست. سکوت. حرف نزنید. چی میگی تو؟ دستور نده. بخوام حرف میزنم، نخوام نمیزنم. حالا به اوج رسیدی. وقتی چشماتو رو باز کردی همه مشکلاتتان از شما فرزند یادتون خواهد. حالا نفس‌های عمیق بکشید و چشماتتون رو باز کنید. مقدس خانوم
خوبی؟ مامان چی کار میکنی؟ تو از کجا پیدا شد؟ خوب برگشت؟ ما برگشتیم. تو چرا برگشتی؟ چرا آخه؟ بچه ها بابا سلام فهمی خان. مگه شما آمریکا نبودین؟ اینجا چی کار میکنین؟ نشد چیزه، یعنی نشد که چرا؟ راستش تو هواپیما یه سری مشکلای تکنیکی پیش اومد، اما جزئی. نه خیر، جزئی نیست. من یه مشکل بزرگ دارم میبینم. چه مشکلی؟ ببینم دعوا که نکردیم بچه ها؟ نه بابا نه بابا جون، هواپیما یه مشکل کوچیک داشت، همونطور که زینب گفت. خلبان مرد، موتور سوخت، اما من حلش کردم. آفرین. پس بگم یه هواپیمای دیگه براتون جور نه من دیگه اصلا سوار هواپیما نمیشم. اصلا این خط نینشون. نمال دستت برو اون بر چندش. خلاصه یعنی خب برنامه سفرمون رو یکم عقب انداختیم. نه تو راحتین بچه ها. مقدس جون، من یه رادیوی کوچیک داشتم خاکستری، یادت میاد اون کجا؟ من چه میدونم فهمی، برو از گلای بپرس. پرسیدم خانوم. ای بابا، اگه مال تو مشکله مال من چیه مرد؟ چرت و پرت. این چه ریختیه؟ با شوکی جون میریم ماهیگیری عزیزم. ماهیگیری چیه؟ ماهیگیری ماهی عزیزم. خب بچه ها من رفتم دیگه. این ماهیگیری دیگه از کجا در اومد فهمی؟ کجا میری؟ شوکی دیگه کیه؟ گفت شوکی جون؟ فکر نکنم منظورش از شوکی بابای من باشه. خیلی عجیبه. اصلا باور کردنی نیست. اوف فاته آی. ولش کن بابا، خونه بودن خیلی بهتره. همه چیزی رو دستته. چه خوبه، از این به بعد همش خونمون. وای آره. این استخرم استفاده میشه. آره اصلا فرصت نشد بریم استخر. آره خب میگم از اون مایو سیمیا داشتی، از اون میپوشی؟ اینجا نمیتونم. چرا میتونی؟ اون برزیلیا خیلی بهت میاد. بیا اون مال اینجا نیست. بیا ابرو به من کج نکن، کج کلاخان یارمه، خوشگلم و خوشگلم، دلها گرفتارمه، یک تن و یک سوارم، هیچ کجا رقیب ندارم، عاشق اسب سفیدم دختر. اینجا چه غلطی میکنی؟ قایم باشک بازی میکنم یادگار. مگه نمیبینی رخ پهن میکنم؟ این تناب از کجا پیدا کردی؟ ما اینجا لباس پهن نمیکنیم. چرا یادگار؟ منظره خونت خراب میشه. دهنمو وا نکن. کپل زشته بابا، مردم ببینن چی میگن. جمع کن بجم، از جلو چش جمعشی کن. جمع کن. یادگار این چیش زشته؟ مگه مردم شورت نمیپوشن؟ تازه لباس باید آفتاب بخوره. تو اینو نمیدونی یادگار؟ یه ذره بیشتر جیغ بزن همه بشنون. ها دیگه همه جا پر میشه یادگار. خواهر اینجا چی کار میکنین؟ خوشی بدی جاویدم. خواهر مسابقه رخپن کنونه؟ دختر آیفه برو کنار ببینم چی شده خواهر؟ میگم برو کنار. اوی خواهر این شورتو چرا اینجا پهن کردی؟ نه بابا این شورت مال من نیست. شورت یادگاره. آره. اوی مگه نه یادگار؟ هیچ میفهمی چی داری میگی؟ یه چیزی بگو دیگه یادگار. خواهر اومدی درستش کنی خرابترش کردی. تو این شورت 3 یادگارم جا میشه خواهر. خاک تو سرت نکنم دختر. من این شورت هر جا ببینم میشناسم. چشم نخوره قده رو تختیه. رو تختی شورت خودت پر روی بی‌تربیت. نگو زشته عیبه. مامان یه چیزی به این خاله شازی بگین. حالا هم رفته تو اتاق من، درم قفل کرده نمیاد بیرون. ای وای اون از خونه در اومده. خیر باشه خواهر. دختر بلوش رو راه ننداز، جورش میکنیم دیگه. ساکت شو. خوب گوش کن خاله آیفه، اگه از اون اتاق نیاد بیرون درو میشکنم. خاله شازی هم از طبقه دوم میندازم پایین. نمیخوام شازی تو اتاق من بمونه. وقتی پرتش کردم پایین میبینی. ای زبون بخوام بگیر دیگه. بنداز دخترم برو بنداز. هم تو خلاص میشی هم من. بنداز بره. ما اومدیم. به خوش اومدی. اورهانم چرا برگشتی پس؟ چیزی نیست مامان، خوبی؟ خوش اومدی فادی. خوش اومدی. حالا یادگار چطوری؟ اورهان
مامان دیگرم خاله جاویدان چطوری؟ قربونت برم دخترم، خوش اومدی عزیزم. آی پس خونه جدیدمون اینجاست ها؟ میدونی این راستش وقتی فکر میکنم قراره با هم زندگی کنیم خیلی خوشحال میشم. الیف سو عشقم بی اتاقمو نشونم بده. لال شلایی فادیک که شورت یادگار آره؟ هی پس برگشتن آره؟ زود برگشتن، هر جور راحتن. از اولش هم نواس میرفتن. تو آمریکا حلوا پخش میکنن ها؟ مملکت به این گلی چشه؟ خب اگه خیلی هم دلتون میخواد برین سفر برین ریزه دیگه. غیر از اینه فهمی؟ فکر و ذکرت ریزه است آشو کرد. اما کوههای اونجا واقعا محشر بود. صبر کن ببینم. گرفتم این دفعه دیگه گرفتم شوکت. هیجان زده نشو فهمی، صبر کن یواش یواش بکش. نه بابا این 40 سانته ای بابا. این دیگه چیه؟ بیارش. نه بابا بیار. بله فهمی بچه است، بیارش اینجا. بیار. شوکت بگیرش. ولش کن. مراقب باش، مراقب دهنش باش. فهمی نگاه کن، اینا رو چیکار میکنی؟ اینا رو میندازی تو آب. زیر 20 سانت باشه شکارش ممنوعه. اما واقعا بچه هامون آفرین دارن شوکت. چرا مثلا؟ نمیبینی از ما چه دوستایی درست کردن؟ واقعا کار شاقی بود. میگفتم نسل این شکرچیزاده ها رو از رو زمین بردارم، بعد ببین به کجا رسیدیم. بله کم ازت نکشیدیم. البته منم از تو کم نیاوردم. اما تو منو انداختی تو هلفتونی؟ درسته، اما روزای تلخمون دیگه تموم شده شوکت. آره، بدترین روزمون مثل امروز باشه دوستم. آمین، راست میگی فهمی. نوامونو بگیریم بغلمون بیایم ماهیگیری کنیم، اون بوده بازی کنه. ای روزگار، زندگی قشنگ فهمی. گرفتم خودشه دیگه، خودشه گرفتم. این یکی دیگه خودشه، باور کن. نه این بالای 20 سانت شوکت. به خاله ایفه بیا تو هم یه چیزی بخور. خیلی خسته شدی. باش ممنون خاله. آفرین الیپسو، درست بکشین، شما خیلی خسته شدی. نه اول شما. نه نمیخواد شما بخورین، اول شما. اینو پرتش کن اونور. بکش. یادگار خانه داشت. اینجا چه خبره؟ چیو جشن میگیرین؟ این اسباب کشی خاله آیفر اینا بالاخره تموم شده دایی. آها که اینطور بالاخره تموم شد. خب مبارکه. لطف این دوتا شاخ شمشاد تموم شد. اونا نبودن نمیدونم چی کار میکردم. با دخترای من بود 80 سال طول میکشید. خواهش میکنم خاله آیفر، من همیشه در بس در خدمت شما هستم. بخوای نخوای منم در خدمتت میشم. توف بروتون بیاد، پاچه خارای خود شیرین. خب آفرین، اینطوری دست و پا چلفتی بازیاتونم جبران میکنین. بیشینین. بشین. الهی من قربونشون برم، به خدا اینا نبودن نمیدونم چی کار میکردم. دخترای دست گل من نکردن یه کمک تو کارا بکنن. یکیشو که میدونی تو خونم از اتاق در نمیاد، الانم اینجا از اتاق در نمیاد. این یکی هم از این طرف عین سگای ولگرد میچرخه و میچرخه. غیر از اینه دخترم. مامان جون چرا اینطوری میگی آخی؟ هیچ جا نرفتم دیگه، اومدم اینجا. نه که دلت تنگ شد اومدی؟ دهنمو وا میکنه. آیفر او زبونتو قورت بده شکر کن. ببین چه خوب همه کارا تموم شد، همه رو چیدیم. بس انقدر قور به جون این و اون نزد. حق با یادگاره، امروز قور زدن موقوفه. اون چیه تو دستت خواهد؟ این کار مخصوص خودمه. کانافه درست کردم. چی؟ کانافه. اون چیه دیگه؟ کانافه. من عاشق کانافه‌ام. خاله مریم جون خیلی دلم میخواد امتحانش کنم، میشه یکی بردارم؟ خب اول من. باشه. یا خدا داداشم زنده بمونه.
خوشوارده شده. نوش جونه. خوب بفرست ما هم بخوریم. بسته بذار به ما هم برسه. بخوریم بده. از جنگ برگشتی مگه؟ خب یه دونه به اورهان بده. خیلی خوشمزه شده خاله، دستت درد نکنه. خب از این به بعد بیشتر درست کن منم میخورم. ای بای زینب اومد. خالی زینب ما اومدیم. خوش اومدین. خیلی ممنون. اوی زینبه. ای چطوری؟ خوش خوب اومدی. کردین. چنار خوش اومدی. خوب شد اومدین. دلم واسه نوام تنگ شده بودا. بفهمین بشینید. سلام. نخور مامانی. آروم. هی باز از کجا پیدا شد؟ چیز فاتح بهم گفت تو هم بیا، منم مجبور شدم. شوخی کردم بابا. بشین. خوش اومدی. بشین. این غذا چیه؟ خب این موقع میگن مادر زن دوستت داشته، اما همینطوره فاتح. زینب جون میخوای سلیمو بده بغل من تو راحت غذاتو بخور باشه؟ نه ممنون، اینطوری راحتم. خیلی خوب باشه سلیم خان، بدمت بغل مادر بزرگ راحت غذامو بخورم. بیا اینجا، بیا بغل مادر بزرگ. خیلی خوب، حالا حمله به سوی غذاها. بجنب اونو بده به من. بفرمایید زینب میخواهد. مردم دیگه، میذارم. وای دخترم وایسا، چرا اونجا میذاری؟ نمیبینی اینجا جا نیست؟ نداری جا. همینجوری نگه دارم تو دستم. بدش به من. برو به خاله یادگارت کمک کن. برو ظرفا رو بشور. بدو خسته شد. بدو. خاله یادگار بذار من بشورم. من تو برو بشین پیش دوستات، من خودم میشورم فدات شم. برو دخترم. نه خاله یادگار دلم نمیاد. من اینا رو میشورم. دبار کنار عجله دستم، برو کنار خودم میشورم. مامان تختم کجاست؟ کی برداشته؟ آیفر تخته کجاست؟ اورهانم میخوام. چه میدونم، هر جا گذاشتین همونجاست. ماما این زن منو میکشه. کتابمو میخوام تو اتاقم رو هم نمیشه. من برم دهن اون شازیمت و جر بده. تو هم ساکت شو دیگه. من کتابتو پیدا میکنم، یه ذره صبر. مامان تختم کو؟ کی برداشته؟ اون تخته رو پیدا میکنم. عمه آب سلیم کجاست؟ شیشه آبشو پیدا نمیکنم. اورهان شیشه سلیم کجاست؟ من چه میدونم شیشه سلیم کجاست؟ ای بابا اورهان، پس این تخته چی شد بابا؟ عمه جون یه صندلی چیزی بهم میدی لطفا؟ الان پیدا میکنم. تموم شد. من دنبال شیشه آب سلیم میگردم. اینو من تخته بگیرم. منم یه صندلی خواستم دیگه. چیکار کنم؟ من گم خوردین. ساکت چین. این نخود نیست، مغزه. تا خودم صداتون نمیکنم پاتون رو نمیزنین تو آشپزخونه، فهمیدین؟ برین گم شین. همه جون قربونت دارم، مگه چیه؟ یه دونه از این صندلی‌ها بده من ببرم دیگه. کاری ندارم که همش یه دونه صندلیه. ای خب برو بیرون. چیکار می‌کنی؟ برو بیرون. نشده. خب نزن. تو مخم صوت بلبلی میزنن. من چیکار کردم؟ اینو برمی‌دارم. باشه رفتم. برو حسابتو خورد نکنم. چیکار میکردم؟ چیکار داشتم میکردم؟ ظرفا رو میشستم. شازیمند، شیشه آب، اورهان، تخته. نه تو سرم دارن سیگار میکشن. این چی بود؟ تخته سلیم کو؟ اینجا نیست، اینجام نیست. وادیک عجب شانسیه. چه خوب شد اینطوری خانواده بزرگ شدیم ما، مگه نه جواد؟ خدا خیرت بده داداش، در خونت رو رومون باز کردی. خواهش میکنم آیفر، این چه حرفیه؟ دست خودت درد نکنه اومدی و رنگ و روی خونمون عوض. این حرفا چیه؟ غیر از اینو یادگار همینطوره. بریزید بینم. کی داره میبازه ها؟ فعلا که انگاری شوکت خان داره میبازه خانم. شوکت خان داره میبازه. خب پس به جاش تو عشق برنده میشه. چی؟
آمین. از دست تو کامل خیلی بی نمک بود. مگه میشه شوکت خان به دومادش ببازه ها؟ جواد چه آدم پاچه خاری هستی ها. اون دستتو بکش. من پاچه خار نیستم، من واقع بینم. شوکت خان ادای بازنده ها رو در میاره اما آخرش برنده میشه. میبینیم. تماشا کن. یه جفت شیش بده بیاد. تماشا کن دوماد. این چیه؟ ها؟ این چیه؟ داماد این بازی تمومه. آفرین دیدی فوتشو میخوام. ها برو مدرسه بیا بعد. چی میخندی؟ فهمی؟ مادر جون شما چرا هنوز نخوابیدین؟ مگه من بچم مقدس؟ چرا از الان بخوابم؟ خب ناخوشین دیگه مادر جون، من از اون لحاظ دارم میگم. خیلی برات متاسفم مقدس جان، اما همونطور که میبینی کاملا خوبم. مادر جون از خدا خوب باشین. من همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم. وقتی شما میایین تو اتاقتون خب کلن سوت و کور میشه. اصلا بچه‌ها که تو خونه پیداشون نمیشه. خیلی خوشحالم که حالتون خوبه مادر جون. بچه‌ها تو اتاقشون نیستن؟ رفتن خونه شوکت مادر جون. کار خوبی کردن. البته که باید با هم باشن. باید برای عزیزانت زمان بذاری، وگرنه زمان عزیزان تو از دستت میگیره. صبر داشته باش والد خاتون، هنوز روزه قشنگی داریم که باید با هم باشیم. امیدوارم فهمی، امیدوارم. البته من 30 ساله دارم این آرزو رو میکنم اما هنوز برآورده نشده. مادر جون واقعا که شما مریضی اینام سرتون نمیشه. تو هر فرصتی نیشتون رو میزنیم. الهی بگرد هواپیما خراب نمیشد الان زن و شوهر بودی. آره دقیقاً. این دیگه چه شانسی شما دارین. خب پس دوباره کی میریم؟ کجا میریم ها؟ کجا میریم؟ نه دیگه هیچ جا نمیریم. چیه؟ نکنه از ازدواج منصرف شدیم؟ خدا نکنه. دیگه چی فادی؟ نمیشه. نه نمیشه آبجی. گوش کن. ببین داداش من خیلی دوست دارم، این ربطی به اون نداره، اما من خب غیرت دارم دیگه. وای اورهان بسه، بذار حرفمون تموم شه بعد. بله یه لحظه گوش کن. من و زینب نشستیم فکرامونو کردیم، دیدیم دنبال یه عروسی آنچنانی تو آمریکا پامریکا نیستیم بچه‌ها. نه فقط یه عقد ساده میکنیم، فقط هم بین خودمون میشه 6 تایی. بله خیلی فکر خوبیه، واقعا آفرین، خوبه. آره بابا نیازی به راه انداختن فیلم اکشن نیست، خودمون ردیف میکنیم. آره خودمون ردیفش میکنیم. مثلا کی ردیفش کنیم؟ خودمون فردا روز خیلی خوبیه، فردا عقد کنیم. چرا به فکر خودم نرسید اورهان؟ بله فردا عقد میکنیم عزیزم. تو قبلا عقدت بیشتر میرسید یهو چت شد؟ ای بابا فردا چطور میتونیم عقد کنیم؟ این کلی کار بیمارستان داره، مأمور عقد داره، جا داره، بالاخره آره یه عقد ساده میخوایم، اما خب بالاخره منم اولین باره که عروس میشم دیگه، یعنی یه چیز ساده هم نخوام. فاطمه بخوا تو جون بخوا. فقط مأمور عقد باید آشنا باشه بچه. اونش با من تو شهرداری یه عاقد آشنا دارم. جدی؟ جون تو. باشه پس بیمارستانتونم با من، میدونین که دکترای آشنا زیاد دارن. جدی؟ دوستای خیلی گلی داره، همشون دکترن. یهو میفهمن تک فرزند نبودن. اون دوستت بحرانش رفت شد یا نه؟ اوه تیکه پروند. اون روز این کارو کرده بودن. آره من خبر نداشتم. یه چیز دیگه هم بوده ها، کیک عقدتون. خب اونو که قراره من درست کنم، نه با دستای خودم. اصلا 6 نفر بیشتر که نیستیم، یه چیز کوچولو موچولو درست کنم کافیه، اما همونم 2 طبقه درست میکنم چون بالاخره یه کیک عروسیه دیگه. نه باشه کیکتون با من. خب برای من هیچی نموند. رفیق مگه میشه برای تو نمونه؟ مثلا هنوز معلوم نیست کجا قراره بگیریم، اونم تو پیدا. باشه اونش با من. اگرم نشد اصلا تو خونه من جمع میشیم، قبلا هم اومدین دیگه. ولی عجب اکیپی شدیم ما. 2 دقیقه ارگانیزاسیون عروسی تموم شد. شما دیگه کی هستی؟ 6 تا سوپرمن واقعی. بگیم شنل بدوزم. چون عشقتونه. ممنون عزیزم دیگه کافیه. نوش جونتون. ممنون. زینب جون اگه تمام شد عجله داریم ها. فاتح جون یه بار نشد مزاحم صبونه خوردن من نشی و بذاری راحت صبونمو بخورم ها؟ چی شده؟
باز سر چی داریم بحث میکنی؟ نه مادر بزرگی چند تا کار داریم، گفتیم اول وقت بریم انجام بدیم و بیایم. میرین دیگه جونم. مگه کسی دنبالتون کرده؟ بذار بچه راحت صبونه‌شو بخوره. بله فاطمه، بذار بچه راحت صبونه‌شو بخوره. میدونی که سر این موضوع حساسم. ای بابا کل خونه رم بهش بدی سیر نمیشه. میخوای با یه صبحونه سیر شه؟ زینب ببین جا پیدا نمیشه، مجبور میشیم بریم وسط پارکا. در اصل ما باید راه بیافتیم. بدو مقدس تا پرواز 3 ساعت مونده. فهمی جون چمدونای من حاضر 5 تاشونم دم دره. با بس صبونمو بخورم. شما کجا میرین؟ شما که رفتین آمریکا، من و مادرتون گفتیم آخر هفته یه سفر کوتاه بریم. 2 روزه میریم آنتالیا میایم. جدی؟ خیلی خوبه. آره برین، ما به مادر بزرگ میرسیم. کی گفته من اینجا میمونم؟ جون من؟ میخوام آخر هفته رو تو ویلا بگذرونم. با دوستای قدیمیم دوره هم جمع میشیم. دکترم گفته هوای جنگل خیلی برام خوبه. آی من قربون اون دکتر برم که گفته هوای جنگل خیلی برات خوبه. خیلی حرف خوبی زده. خونه هم ما مراقبشیم دیگه. خونه فاتح خونه چی داره مراقبش باشی؟ نه خب همینجوری گفتم مامان جون. خب مقدس پاشو. آره مامان جون، هواپیما رو نمیشه معطل کرد، زود باشه. ای پدر و پسر جفتتون اذیت میکنین. پاشو بیا پاشادم. چقدر آره منم دیگه باید برم آماده شم. نوش جونتون بچه ها. میام کمکت مادر بزرگ. به سلامت برسی مادر بزرگ. زینب خوش شانسی از این بهتر نمیشه. فاطمه شما ویلای جنگلی دارین؟ فقط اونو شنیدی؟ زینب جون پاشو بریم. پاشو خدا یه لقمه هم از این خیلی جون پاشو کار داریم. بس ترکیدی. پاشو بیا. بهترین جاش موند. ببخشید ما خب برای معاینه ازدواج اومدیم. تبریک میگم. خیلی ممنون. اتاق آزمایش خون اون طرفه. شما بریم نمیفرستمشون. اون طرف اینجاست؟ بله اونجاست. خیلی خوب باشه ممنون. خواهش میکنم. چی شد؟ خون؟ آزمایش خون؟ آره عزیزم روالشه دیگه، بدون این که نمیشه ازدواج کرد. چرا میشه ازدواج کرد؟ زینب بیا بریم بابا بیا. زینب تو میترسی؟ آره یه کوچولی ترسو اینجاست. نه ترسو مرسو نیستم، اسم این فوبیاست بابا. چرا نمیفهمی؟ نه ترس عزیزم من پیشتم. فاطمه جون مهم نیست پیشم باشه. خب عزیزم چیکار میکنی پیشتم؟ نگران نباش بهت میگم. چرا نگو یه چیزی مثل نیش پشه است دیگه. چه خواهد نکن هیچ هم مثل نیش پشه نیست. آی فاطمه یه چیزی بگم. میشه بگی منو بیهوش کنن؟ بیهوشم کنن بعد هرچی خواستن خون بگیرن. زینب چرن نگو، برای بیهوشی هم آمپول میزنن. خون سرد باش عزیزم. خب آماده من نیستم. باشه یه لحظه من حاضرم. تو هم میبینی عزیزم اینطوری خیالت راحت میشه و اصلا نمیترسی. باشه ببین نگاه کن الان انجامش میدم تمام میشه. اینجاست. اوه این چیه؟ آی من حالم یه جوریه. زینب برو کنار. عزیزم وایسا زینب وایسا. بیا اینجا یه کوچولو خودتو کنترل کن. صبر کن عزیزم. به ازدواجمون فکر کن. ببین بریم زن و شوهر میشیم. صبر کن زینب چرن نگو. هیچی نمیفهمی. نه ترس. بیا اینجا بابا یه دقیقه است. میزنه میره دیگه. تمام میشه میره. یه چیزی بگم. چی؟ خیلی مهمه. چی شده؟ ببین خون ما حتما به هم دیگه میخوره. میدونی چرا؟ خودتو نگاه. حالا منو نگاه کن فاطمه. ما برازندگی زوج قرنیم فاطمه. چرت و پرت نگو. بیا ببینم تو دیوونه شدی. خیلی خوب. دیدی چطوری گولتون زدم ها؟ بابا من یه بچه به دنیا آوردم دیگه. چی از یه سوزن کوچولو میترسم یعنی؟ از دست شما. آی اونجا چی ریخته؟ وای کثیف شده. وایسا ببینم کجا میری. درو ببند زود باش. زینب خیلی خوب باشه. زشته بابا صدامون رو میشنون. آروم باش. آروم. نفس. زینب بزرگش نکن دیگه. 40 ساعت ازش گذشته هنوز درد میکنه. چی گفتی؟ درد میکنه. قربونش برم. دستتو بیار بوس کنم خوب شه. بیار اینجا ببینم. بیار. آخ خوب شد.
خوب شد. لامصب. زینب میگم جدی داریم ازدواج میکنیم ها؟ آره. جاده رو نگاه کن. نگاه مثل تازه عروسه خودشو لوس میکنه. قربونت برم من. مگه تازه عروست نیستم؟ خب لوس میکنم. بله تازه عروسمی، اولی و آخری، همیشگی، دائمی. فاتح چیه؟ اما شوخی به کنار، داریم یه خانواده واقعی میشیم. داری زنم میشی زینب. بازیمون واقعی میشه. خیلی ازت ممنونم. تو سختی ها، تو خوشی ها، تو جزیره های خالی، تو فرار از زامبیا، تو بازداشتگاه، تو هر چی که میتونه به فکرمون برسه، تو همه ماجراهامون پیشم بودی زینب. اصلا منو تنها نذاشتی و منو خوشبخت‌ترین مرد دنیا کردی. عزیزم. بله فاتح منم ازت ممنونم. تو سختی ها، تو خوشی ها، تو جزیره ها، تو فرار از زامبیا، تو فرار از خرسا، تو توربولانسا، تو هواپیما با موتورای سوخته، تو بازداشتگاه، همه جا همیشه پیشم بودی. خیلی ازت ممنونم. وقتی کلا ناامید بودم اومدی سر رام یهو ازم پرسیدی زنم میشی؟ تو عشقو بهم یادآوری کردی. منو خوشبخت‌ترین زن کائنات کردی. یکی هم پدر بچم شدی. خیلی ممنون. از مال من یکم مفصل تر شد ولی خب من خجالت میکشم فاتح. باشه جدا میپوشیم. ما همه رو گول زدیم. اونا دوستمون دارن. به خاطر خوشبختیمون کلی زحمت کشیدن اما ما بهشون دروغ گفتیم. عزیزم آره، اما ازدواج میکنیم دروغمون به واقعیت تبدیل میشه. ازدواجمون هیچی عوض نمیکنه. یه دروغ به واقعیت تبدیل نمیشه. دروغ دیگه، اسمش دروغه. یه دروغو میتونی اعتراف کنی. قربونت برم. آره عزیزم، آره ما یه دروغی گفتیم اما الان داریم همه چی رو درست میکنیم. فکرتو خراب نکن عزیزم باشه. خب سلیم چی؟ به سلیم فکر کردی؟ حتی الان که ازدواجمون واقعیه، الان که دیگه من و تو همه باور کردیم که سلیم پسر توه، این واقعیت نیست.